روجا سیوی مهاتبا خیری خستنا ماف مروفان لعفرین جروداوی راگهاند جوانکی کرد کو خلک گوند ویرگانه یسر به عفرین روجاوای کردستانیه بناوی خلیل نهاد شیخو جالی جندرمین ترکیه و لسینورد ناورا باکور کردستان و هرم عفرین یا روجاوای کردستان ده هاتا کشتن اندامکی مالباتا خلیل شیخو کجبر سدمن اولکاری و سلامتی کسوکارن خول عفرینی نکاری بناوی خو اشکره بکه جروداوی راگهاند کو خلیل نهاد شیخو جالی جندرمین ترکیه و لآلی عفرین هاتیه کشتن دما کوی و پنج کسندن دخستن بمبستا کار درباسی ترکیه ببن وی اندام مالباتا خلیل شیخو جروداوی را اشکره کر کو جندرمیان پشتی او کشتیه ولاشی وی بریه عنتابه روجا سی شمه چاره ویمه ترمی وی جمالباتا وی روگراندیه لیزی وی هاتیه وکرن و اندام لاشی وی برنه همان چافکانی جروداوی را گوت دما کو ترم را دستی کسوکارن وی کریه گف دایوان کل صدما کشتناوی نپرسن لگوری ریخستنا مافی مروفان لعفرین دما کو خلیل شیخو یه 15 سالی دخسته سینو ریل نزیکی گنده ایکی دامه یه سر بناحیه شرا در باس بکه جندرمه ترکیه او گلباران کریه و کشتیه وی کسوکاری خلیل شیخو درباره صدما خستنا چونا جبو ترکیه جروداوی را تکذکر کو تپرزگری کنوی مالباتی نبون و تنه با آرمان جاکار لگل 5 کسندن خستنا هرن ترکیه